هر کس با ایمانی که در آن شک و تردیدی وجود نداشته باشد به ملاقات الله برود وارد بهشت می شود. سنابه می گوید عباده بن صامت رضی الله عنهما در حالت مرگ به سر می برد که من به خانه اش رفتم و نزدش گریه نمودم. او گفت صبر کن، چرا گریه می کنی؟ سوگند به الله اگر از من گواهی بخواهند برایت گواهی می دهم و اگر شفاعت من پذیرفته شود برایت شفاعت می کنم و اگر توان داشته باشم به نفع تو می رسانم. سوگند به الله هر حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم و حاوی خیر و نیکی برای شما بود برایتان بیان کردم، مگر یک حدیثی که آن را امروز با نزدیک شدن موتم برای شما بیان می کنم از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود هر کس گواهی دهد که هیچ معبود بجز الله وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است، الله متعال آتش جهنم را برایش حرام می‌گرداند. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 4.